ادامه بخش چهره‌های ماندگار صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی. مردانگی فرزندان بزرگ خلق صدرالدین عینی، باباجان غفورов و دیگر خادمان برجسته در صحیفه های تاریخ همیشه باقی خواهد ماند. اگر صدرالدین عینی برای عملی گردیدن حقوق تاجیکان و داشتن جمهوری خیش در آسیای مرکزی مساعدت کرده باشد، باباجان غفورov مستقلیت و هویت خاص رشد تاریخی تاجیکان را از زمانهای قدیم در منطقه ثابت نمود. به این وسیله با کوشش حل کردن تمدن تاجیکان در ترکیب تاریخ دیگر خلق‌های آسیای مرکزی و شرق میانه قاطعانه خاتمه بخشیده شد. همین طریق زمینه استقلالیت ملی تاجیکان که در آخر عصر 20 مکمل گردید گذاشته شد. پاس داشتن خاطره گذشتگان و گرامی داشتن میراث آنها قرض و وظیفه مقدس فرزندی ماست. ولی مهمتر از همه این است که ما در بابت وطنداری و دولتداری، خودشناسی و ملت دوستی از برد و باخت گذشتگان و از تاریخ سبق ضروری گرفته توانیم. بنابراین آموزش تاریخ دوره سامانیان با تجلیل این صحنه نباید با آخر رسد، بلکه این جشن باید ادامه تحقیق و تحلیل منتظم و منظم این دوره مهمی تاریخ ملت ما گردد. زیرا طوری که قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی 60 سال مقدم خاطر نشان کرده بود، تمام خلق تاجیک و فارس در خصوص آن که بعد از اصطلاح عرب مثل یک ملت با زبان، ادبیات و مدنیت خود در جهان باقی ماندند، از سامانیان منت دارند. ملت‌های متمدن میراث گرانمایه اجدادان خود را نه تنها پاس می‌دارند، بلکه آن را با ارزش‌های نو غنی می‌گردانند. نسل‌های گذشته ادیبان و عالمان ما خوشبختانه همین طور هم کردند. ولی چنین نوآوری‌ها نه همیشه ثمره دلخواه می‌دهند. مثلا در سال‌های 30 عصر 20 نیت نیک استاد عینی و هممسلکانش جهت ساده و با فهم خلق نزدیک کردن زبان ادبی باید تنها با آسان گردانیدن سوادآموزی و با حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلب شدن عامه مساعدت میکرد. وقتی که درباره فرهنگ نوین تاجیکان صحبت میکنیم، از روی انصاف میشود اگر از دستاوردهای سخن به میان آوریم که خلق ما در زمان شامل بودنش به هیئت اتحاد شوروی با آنها نائل گردیده است. در آن شرایط تاریخی که برای ملت ما مرحله واقعاً سرنوشت ساز محسوب میگشت و مسئله هستی و نیستی ملت و زبان و فرهنگ ما را به طور صنعی به خریطه سیاسی تقدیرنما گذاشته بودند، باز هم اهل معرفت، ضیایان شرفمند پرچم مبارزه را برای هستی تاریخی و امروز و آینده ملت، زبان، ادبیات و فرهنگ او به دست خود گرفته در نبرد شدید ضد دشمنان ملت تاجیک ظفر یافتند. مارش حریت استاد عینی تفکر خلق جفا کشیده و از روندهای مهم حیات سیاسی در کنار مانده ما را بیدار کرده در زمان انقلاب به تشکل خودشناسی ملی اساس گذاشت. مقاله های آتشبار پوبلیسیستی او که سالهای 1919-1921 در مجله شعله انقلاب چاپ شده حقوق خلق تاجیک را به زبان، میراث فرهنگی، مکتب و معارف ملی، مطبوعات تاجیکی، دولت و دولتداری حمایه کرده خلق را با آموزش و معرفت سیاسی، حقوقی و فرهنگی تشویق می نمودند. امروز نیز با اهمیت بزرگ تاریخی مالکند. کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک در زمان خود واقعاً نقش شناسنامه حقیقی خلق تاجیک را بازید. به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده حقوق تاریخی خلق ما را با ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. در سالهای 20 و 30 عصر گذشته که جمهوری تاجیکستان با دشواری قامت راست میکرد، نبض فرهنگ و ادبیات با نبض پرشدت حیات برابر و هماهنگ میتپید. کارمندان ساحه مطبوعات، ادیبان و اهل فرهنگ با بنیادکاران حیات نو پهلو به پهلو ایستاده از سینه کوه کانال میکافتند، به بیابانهای لب تشنه آب میبردند، چولستان را به گلستان
табдил медоданд. асарҳои бадеиву публитсистии он замон ба бунёдгарони корхонаҳои саноатӣ, роҳу каналҳо, нерӯгоҳҳои барқӣ, фотеҳони даштҳои ташналаб рӯҳу мадор бахшида, онҳоро ба шуҷоату корнамоиҳо ҳидоят менамуданд. сухан қудрати бузурги созандагӣ касб карда буд. асарҳои пурарзиши Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Мирзо Турсунзода, Ҳабиб Юсуфӣ, Мирсаид Миршакар, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Абусалом Диҳотӣ дар мавзӯъҳои гуногуни сохтмони ҳаёти нав танин андохта, аз садои дил ва маҳсули меҳнати бунёдкоронаи халқи тоҷик ба ҷаҳониён мужда мерасониданд. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Садриддин Айнӣ, зиндагонӣ ва қаҳрамонӣ идома дорад.